این دکترها خوب بوده بیدار بوده که این مرض بگیره. 7 میلیون حواره شده. دکترها خوب بوده بیدار بوده این مرض بگیره. 1 میلیون زن بیوه مونده. دکترها خوب بوده بیدار بوده. چقدر یتیم شده؟ یتیم که حساب اعتبار مسر مولا مسجد شما. بله چرا 100% کشور ما افغانستان مسلمان است. حکم جهات مولا مسجد بار از کشور بدر کرده. بود یک دعا بدش که مرا من یک قدر دعا خوندم بچه خاله چی که تا شدم خود ما دعای صبر کنین به شما نشون. این آیت قرآن است به خاطر مریضای مختلف ای را بگید یک جای بند کو. آیت قرآن است خواه آیت قرآن شریف قربان هستم گوش میکنم سعی کنین باش که من را جور کنم ما برات. من یک قدر دعا خوندم بچه خاله بزی افغانستان خوب بخوان تو چی داری بکش تا تو. خود ما شدم دعای. یک شعر برای ما تقدیم کن. یک شعر به شما بگم که هر کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانه کنی دو جهانش بخشی، های دیوانه تو دو جهان را چی کند. به آنه بفرماییم برادر. افغانستان شما به شما سال نو مبارک باشه که رئیس کل افغانستان خود شما گپ میزنه. ای کی از خودت هستیم؟ خودم هستم برادر. خب این پیامت برای چی است؟ برای تبریکی افغانستان که رئیس جمهور افغانستان خودت کاندیدای مستقل ریاست جمهوری هستی؟ بله 1398. بله. پس فکر کنین که ما مستقل هستیم. وابسته نه به شمال نه به جنوب نه به شرق نه به زمین نه به آسمان. بنده به خدا اومد به محمد مصطفی و افغان بیسته عسکر افغانستان. خدا بیامرزه. دوری پدارم چی بخرم نخود. هر کس برد خانه خود دولت حساب میگیره. 42 سال مثل جنگ است. به جنگ شما بهشت فردوس میخوایم. بازماندگان شما هم صبر جمیل. دیگه با افغانستان که هر کس جنگ بکنه جنگ از سگ است. گردن بسته میشه بگو رئیس کل جهان گفته. نور احمد سلطان جمجمه افغان است بچوکه موسونی هم ششتی بگو. شمال جنوب شرق غرب زمین آسمان هندو نصارا حتی عربستان دستی آزاد بیای بشینه. رهبر کی است؟ قرآن عظیم شان است. قاضی کی است؟ امو است. کی فرمان میده؟ امو فرمان میده. کی دستور میده؟ امو دستور میده. پس همه باید به محکمه کشیده شه. مکار ندارم. قربانت بخیر باشی. پیغمبر هم بشرف کنی قماندان سرالله و دکتر عبدالله برسونه که هر دو طلالا جان تسلیم خود به من میکنن که بکنن نکنن برو همی افغانستان هر دو تا اینا رو به دار میزنم بریم بخیر. حالا تورسان صاحب ما میره گفته بود حالا چرا نکت حالا صبر کنیم ما گفتیم گفتم ما سرباز هستیم فکر خود بگیریم و تا گوشی سرباز پیدا میکنه که باز یک گران ملت افغانستان است. حال تو چی رقم رئیس جمهور هستی که بیادر یک تا بادیگارد نداری تو؟ رئیس جمهور نباید بریگارد داشته باشه. خیدگاه چرا چلتا موتر شیشه سیاره پشت خود؟ ماما جان دوست هم بریگارد بخون میگنه دوست هستن. دوست مجبور نفر داشته باشه بگه موتر بار کو بالا کو پولاد. نه ماما جان رئیس جمهور او کسی که به امر خدا پادشاه میشه دوری پنه داشته باشه. ما بین ملت خوب بزو چای هم بیارن نان هم بیارن نوکر ملت خوب میشه نه ارباب ملت. خیر ببینیم حالا که همه ارباب شده. خیلی تو چی میکنی در اینجا پدر؟ برو ریاست بگی نه؟ سعی کنه امر میکنم به امر خدا باید کلیار بیارن همیدی به دست ما بدن ماما جان. تو نمیشه ما 20 دفعه گفتم بیار کلیای هرگاه برای ما بته. نه برادر مالک دلا کی نیست خداوند جل جلاله. خداوند گفتار کرده رسول گفتار کرده ما بنده از اون میگیم لالا. این افغانستان است. قلم نمشته کو افغانستانه. خلقستان جمع کن. مجاهدستان جمع کن. طالبستان جمع کن. دموکراسیستان جمع کن. نمشته کو یک قلم افغانستان. ما هم بیسته حاکم ملت افغانستان که هنه میبینیم ماما جان. حالا کدام ترورت نکنه و بیادر؟ فکر خوب بگیریم که مولا ماتش شما ترور نشه ما ترور نمیشه. قربانت نه
حال چند سفر خارجی داری کشورها تاییدت کرده که تو رئیس جمهور منتخب هستی؟ بله ما 4 بیانیه تلویزیونی و تلویزیون نوری بیانیه جهانی پخش کردیم. سازمان ملل تو حقوق بشر تو چی بگم بچه خاله عربستان در بی بی سی هم یک مصاحبه بود نه باز همون ساعت برقای ما رفت من ما ندیدم. دیگه خبر نداریم که شما که از اون برنامه چیز هستیم شما خیلی تلویزیون بدید. قربان گفتم چند کشور سفر کردی به خاطر افغانستان اقامتن است چقدر مردم جلب جذب کردیم مدنا را بکشه. رئیس جمهور کوشیار باشه سفر نمیکنه باید سفر بیای پیشی او. آفرین آفرین به شکت والا از کله کار تو لگی باید پیش تو بیاید تو چرا پیش مردم کله ماما جان چیش میبینه ترموز است نه دول سیاه خیر شنیدن که باید مانند دیدن خیر ببینید ما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 42 سال به ما میبینی که اینجا ماما جان 2 میلیون کشته شده پادشاه ما کشته بشه وزیر وکیل کسی نیور محکمه کنه پس نانه اور محکمه کنه پس آنال ماما جان میگه از چند کشور سفیرها پیش آمده اونا دیگه ماما جان چی بیان چی نه مجبورن تابع افغانستان بشن چرا کم ملامت هستن نه همه هندو نصارا کفر مسلمان ها هم ملامت هستن چرا 2 سال میشه این ملت چری تو شده خدا نبوده هسته فعلا خدا هسته این جایی که ما هستم خدا هسته بالکل خدا در جای است پس وقتی که خدا هسته چرا به بیرون مذاکره میکنه چرا پشت پرده مذاکره میکنه بگم به من آدمیزاد که خدا آدمیزاد گپ میزنه خود خر که گپ نمیزنه راست میگه خدا هست بله قرآن هست بله خب ما به مذاکره پاکستان تو هندوستان تو عربستان تو سوریه تو احمد محمود چی ما افغانم بیا خودم گپ بزن اگر راست میگی اگر شلغم فروشی گرفتی تو دیگه حسابیه ملت فوتبال جور کو بزن شوت کو این به اروپا ری کو یگان توپا آفساید هم میره نه؟ برادر آفساید نه پوسی گوشتی کج است تقفست است دار غلف است گپ بالایه گفتم ماما جان نشان است اینجا ماما اصل کشیدیم اصل قوالی افغانستان رو بتون مایده گندمک نباشه نه مایده اونا خدا بیامرزه افغانیت تو اسلامیت تو سفرید سرباز تو نشانم لا اله الا محمد رسول الله هیچ معبود نیست قابل پرستش غیر از الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده خدا بوده حالا تو خود 1393 خدا کاندید کرده بودی خوزر کاسه چیه نیم کاسه دست تو خودرو نکن میزنید بروسلی ندیدیم به لحاظ خدا دیده جنگ گربه است تا چی شورت بخوری چی شاتر کار میکنه فکر کن تا کن بخوری چیش طور میزنه خلاص شدی خب این چی هست؟ این هم بیانه هست ای کنه بخوان بیانه تا بخوان به نام خداوند جل جلاله از حزب خلق افغانستان از حزب مجاهدین افغانستان از حزب طالبان افغانستان از حزب دموکراسی افغانستان حاکم ملت نور احمد میخواهد در افغانستان صلح شود 100% بدون شک سال 2014 پل صراط است از موی سر نازکتر از الماس تیزتر است شمال جنوب شرق غرب حاکم ملت اخطار میداد هیچ کسی حق ندارد مداخله کند چرا که 50 میلیون مسلمان به یک زبان به یک دل میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله بفهمیدیم کسی که قبول نکند سرش از تنش جدا می شود مرا ندانی الله کسی که مسلمان را بکشد کافر است چاریار یا چاریار کسی حق ندارد خود را کاندید کند چون نوبت ملت است خودت دیگه از ملت هستی بله کسی با پیسه یا با تفنگ یا با کمک خارجی بود رد می شود هر کسی که مداخله کند از طرف حاکم ملت جریمه و 6 ماه زندانی و جریمه نقدی می شود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نور احمد سرباز لوای 4 زریدار کندک ماشین ماربی توران جنرال قماندان جنرال عارف خان رستمی از ولایت کابل 521 نه اینجا باز امرم کردی نه اینجا هم سلام از این طرف نور احمد برسد برای زمین و هفت آسمان و ما و خورشید و ستارگان بهشت و هفت دوزخ دوران همه
سجده کنیم خدای مهربان تون او از خالق زمین و آسمان پایتخت نورآمد سلطان جمجمه باغ 40 1393 پایتخت جمجمه افغانستان تا قیامت زنده باد پاینده باد بشه خلاص شدیم بسم الله دیگه بیانت چی است؟ دیگه بیانار لکو بیانه دارم که دنیا میترقه عمل از خدا تو بگید همی بیانه دیگه تو برای ما یک تشریح کن اینا دیگه اسنادای هست که دوستا عزیز ما دیگه اینمیال پیش رئیس صاحب جمع بله از ما قوالی شرعی عرفی است از اینا که عرفی است نه برو خالی دروازه ترخه مخش رو پس نکدی و رئیس صاحب جان برو چرا کتون 4 طرف قلب بند کنیم باید قلب بند بشه چرا افغانا رو ماما جان هر کس میایه لغت میکنه و بفهم ایشت آدمی میایه آفرین برو در تنگ نوشت پاس میگیره که تفنگ به دست نه تو چرا جلوی نمیگیری خود میای تو رو میکشه اما اسکر تو که تو رو نمیکشه وقتی که جلوی نگیری مگس هم تو رو میخوره زنبور هم تو رو میخوره شغال هم تو رو میخوره میمونه استخونات تو هم سگ میعنوش جان میکنه برفته بیدونه برو کفر نه تکون بکن 50 میلیون افغانه یک چک چک کنین برش رئیس جمهور ما صحبت در رئیس جمهور منتخب مردم است چرا خدا حق است بالکل من افغانم حق مدارم بزی خاک 1 کیلو خاک خورما ما جان 100 کیلو طلا بده نمیدون والا خدا خیر چره هم خورده میشه هم پوشیده میشه هم مادر هم پدر هم خواهر هم دین هم مذهب منه درخت بکارم زردالو سوز میکنه برو سنگا که سوز نمیکنه بالکل بال موتر تو که سوز نمیکنه ولی از خدا کوئی اولاد دنباله چی بخوره میوه نداره آجینسا بخوره ولی از خدا زردالو خوب بخوره آجینسا پول هم تو چاپ کنی وای راست میگی دمای روزه بازی التونسا قضیات هم پیش سال روزه فکر نکنم مردم بگیره چرا که مراد کرولا بیامده گفت هر کس شکام کشنه باشه امور میگیره کی روزه میگیره ماما جان احمد بدو الله اکبر خب ایرانی ها بود خمینی رهبر میگفت افغانا گیر بگن رهبر قرآن برادر نه یک رهبر داره که قرآن است چی ملا تو باشه ما جان جزا میدون چی حاجی مکه تو باشه چی پادشاه شاه گدا قلم ما یک 2-3 دفعه اینجا افغان باید جواب بده 2-3 دفعه رشوت خوردیم رئیس مرا در دار بالا نکردیم رشوت نه رشوت حلال بله چرا که خود تو حرام است خورده نمیشی من خورده نمیشم خیر ببین حلال میخوری حرام تولید میکنی اما اینجی به حق یک مسلمان به جان سوزن نزن که درد میکنه اول به جان خودتو بزن بعد از او به جان از او بزن به جان حیوان انسان سوزن نمیزنه حالا مرتکه دم به درد پولای ده 3000 افغانی نفر از بین میبره او پدر بس ماما جان بفهم که چی این پارک از جای مله است جای گله نیه اینجا ملاحق نداره آزان بده ملاحق داره تماشید آزان بده 1400 سال میشه آزان نداده ملاحق نداره بالکل هر کس جایو نمیگه هر سخن جای هر نقطه مکانی داره خودفروشی شرط نیست یا سخن دانست تو گاهی مرد آخر خاموش گفت گل مزن کاگل مزن دیوالی بی بنیاد را خدمت سگ رو بکن نه آدم کمزاد را کمزاد اگر عاقل شود میدن از سری استاد را گفته یا رب مبادا گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود به 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 این جمله کل چیز میرسانه دیگه گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود میگه از پی علم باید گداخت که به علم خدا را نتونست بالکل از علم چی بیتره تجربه از تجربه چی بیتره چشم تو الله چای سبز از سیاسی ها شنیدن کی باید مانند دیدن حال اینجا تا اون افغانستان 4 نفر کار دارم رئیس حزب خلق رهبر مجاهدین رهبر طالبان آقای کرزی که خودت ملاقات کنم بله ملاقات کنم بیان بجان تا اون مر بودن مرغ مرتکر میبوری لالا پودری بیچاره پودری یک مرغ میبوره 40 لغت میخوره آفرین این موتر خود بارای میبوره مرتکر میکشه یه 4 لغت نمیبوره حقش بته بیادر پودری بیچاره هم مجبوری از عباس که مرغ نمیبوره چرا بزیر نمیبوره چرا بکیل نمیبوره چرا ملا مسجد نمیبوره خونه تیار کرده میخوره این بیچاره که مجبوری میبینه تو هم لغت تو هم لغت سر مسجد تو هم بسته شد
دام بهشت تو بسته شد آها بهشت از اون مسجد پیدا کردی نه تا پا بودم جای میلا نه جای گله جای گله شهر است نام شهر خیر تا مسجد است اینجا شهر است نام شهر است 1000 گروه نمیگه 1000 گروه آشنا باش اما با خدا باش خب اینا که لالا مسلمان ها را میکشن چیزی ما با تلویزیون میبینن اما این ملت سعی میکنه برادرش تو چه رقم ملتی خواه هستی؟ بیدار هستی؟ یک لک زندگی میکنیم 1 میلیون 10 میلیون حساب کردم با پشت اشتریم برادر خود چرا حرکت نمیکنیم 4 تا لوچک بیمانا بیاماده 4 تا لوچک بیمانا لودی توی میگنی مردم لودی توی بیامادن اینجا بدمشی میکنن با هنوال بیان بسیدن برادر من رئیس بدماشایو رئیس دوزایو رئیس قماربازایو ها دیگه این سفید افغانستان نکو صحیح میگیرم خودی من گپ بزنن مگم برو در دوزاق و کم کن میگم صحیح آدم کسوار کم کن صحیح خب نمیایی ملت خب که نمیایی دیگه حالا چی کنه نمیایی چیه میرم پیش احمد محمود میده والا حقیقت هست میگه شنیدن که ای برادر خب میبینی باز خارجی چی میگم بالا کباره اینا راست تو فکر کن و هم بگه لالا فیلم قبول کن چی حال رای بیرون رفت چی از برای وطن چی فکر کردی؟ سعی کنم جز گفتم کلی هر ریاست جمهوری بیارم به دست اومد بر چه وقت؟ 4 ماه 4 ماه چه نفر از بین میبرید 4 ماه؟ هیچ گذاق نداره کاسه بگه پاس که بسوختی بگه پاس که از اینجا کاسه اجازه نمیدم به کاسه بگه شوله شده پوله شده کشتن مشتن خلاص شد ادام نمیکنی نفرهایی که دوزی کردن نه لالا سعی کنه حساب بدون ناگودر به او نزن ناگودر به او نزن که تو رو میبره 4 رقم شنا یاد بگی یکی قرقبه یکی خلاص یکی شنا پشت یکی هم شنا پا 4 بگی که تا لقمه جمع شه نه خیلی خودتا میتا کن اگه اینا کم باشه نمیشه بلکن 4 حزب خلق مجاهد طالب دموکراسی اون طالب هم کنه صلح قبول کرد وقتی که قبول کرد دیگه آنها بیان بیانه ما را 4 حزب امضا کنن ملالا حاکم ملت حال تو از کی حسابی میگیری؟ من از این 4 نفر کی هست؟ سعی کنه یک رئیس حزب خلق هست یک مجاهدین هست یک طالب هست یک دموکراسی از نظر شریعت دین اسلام که ملا مسجد مونه 42 سال میشه میبینه خود چرا نمیگی چی؟ خوب بردی آبی داره بگیم دنیا رو ملا گرفته و پاکستان نه 70 کشور اسلامی من کدوم ملا رو بگیرم والا یا هم سخت است یک ملا باید باشه که قرآن عظیم الشان به حساب قضاوت کنه اینا که نه لالا سعی میکنه حاجی صاحب پول داره برو رادیو لالا که گویی میکشه داری باشی ولی از خدا کچالو جوشک کن نه اما خدا حق هستی غریب هم بنده خدایه بلکل همون تو که پاسچاه بنده خدایه بلکل همون تو که محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر و بنده یسوع چی مقام داره بلکل یک بیانه دیگه تبکش رئیس صاحب بیانه دیگه گفت من آخرین حساب است ما خودش کسا نمی‌بینیم مستقلم کاندید مستقلم درست برادر معاونینت کجاست معاون اول به خود قرضه گرفت ما فلان کارامر میکنه معاون دوم کجاست معاون دوم که مارشال گرفت مور بکشتن مولای عمر گرفت مور هم بکشتن مگه از خدا ما کار ندارم بس برا نمیگیری معاون دوم باز من چرا هم رئیس جمهورم شما عجب مردم ملت من که رئیس جمهور شدم این اعلان میکنم ملت فکر خوب بگیریم از ما گفتار هست تو که خدا گفتار کرده رسولی و دین من بنده ازونم شما ملت 37 میلیونم حساب شمار دارم 37 میلیون همه شما رئیس جمهور هستین آفرین اگر راست میگن شما ملت یکه نه دیگه خدا یکه و شریک نداره نالت به منکری و افغانیم بله 37 میلیون همه آدمیم پس همه آدمیم همه مسلمانیم پس همه مسلمانیم همه مادر خواهر داریم پس بله همه مادر خواهر داره پس همه رئیس جمهور هستیم دیگه خبر قسم کار بکنیم دیگه رسیدگیش به اینا شرط است
چه رقم یک رقم برسون؟ بله آنه چند تاه شما دستا خوبتیم سعی کنه خودی هم زنجیر باف زنجیر مار بافتی بس گوی غاف انداختی ادرای دول بیایم ادرای سرنه وقتی که دست تو یک نباشه تنه ای دیگه بالکل اما دست هم دیگه رو بگیر ما چهار طرف درخت میتونی دورک بزنی دست گرفتن مردم از یادش رفته یک نمونه برداری کنه مردم یاد بگیرن باید مثلا دست با دستی رو با عمل میگه نشان بده مردم سعی کنیم با عمل با باید یک دو کار چیز قبول کنیم سعی باش که چی کنیم میگم دو رئیس چیز صاحب قبول جمهور گپ میزنه تو بیادر دو چیز مداخله قبول نکن کنیم. دیگه سعی کنیم دو چیز قبول کنیم که خدا و رسول شما نه دیگر همه داستان بله علم دریا است هر چی سطل رو پر کنی یعنی چرا جای خالی نمیشه شد آفرین روز خشم نکو دلاس بنوش و حرکت تم شب منزل بزن که روز به مقصد برسی به به اینا که نه روز که روش نیه میرم باید برو در روز نرو شو برو کسی کو حساب چی کتابه بالکل. اون نه همون موضوع وقتی که با تو بگه بوده و تو بوده نه قصه کو تو افغانی نگه جنگ کو بگو جنگ اساگه بگو گوگی بگو نه بگو گساله گوگی رو وردی خیر طول بگو مردم خبر نداشت چرا که سواد نداشت چرا که فهمیده نبود چرا که جهان ندیده بود حالا کلگی بیادر بسیار چل فضل تمام زمین و آسمان طور بدی نه مشرق همه جا طور این برا کمامات سلام علیکم منده نبشی بخو نمیدیدن قدیما حال خودی بامو جان پس حال نمیتونی پشت پرده کن پشت پرده خداوند میبین بالکل چرا میبینه کنه بودی دوربین جور کرده خبرنگار جور کرده تو که خبر داری تو گول سوزن هم جور نکردی کلا مر بود رختا مر بودم من افغانم پدر و ماما جان من روغن زرد نمیخوردم اما از که زیاد بود گوشت مرغ حالا تخم مرغ خارجی میآید دشت کلبلا شد و بوتال او داری برسیده یک بوتلاو از تل که در قیمت هنوز کجایه این نمونینه این بوتال او تو سعی که به 100 روپیه میرسه و نمیرسه چرا که حال تو چی رقم رئیس جمهور هستی که یک بوتل هوا در 100 روپیه میرسونی سعی کنیم من از این خاطر به مردم انسان ها اختار بودم که بندگان خدا فکر خوب بگیریم شما هر چی که بدماش باشیم به یک بوتل او احتیاج داریم هر چی که بدماش باشی 100,000 لشکر هم که داشته باشی خودم 100,000 خو سعی میکنی باشکه او به کجایه بس نه قدر زرگر میدانه قدر خوب آهنگر بالکل ما یک وقت سعی میکنیم بله که اون شوری بیا تجاوز شد مسلمان دفاع کردن و بزنه بگیر تو ما حال سعی میکنم بله از پولا دفاع میکنه نه برادر بس وقتی که تو پول پرست بودی چرا اون روز اول نمیگفتی بسم الله نه رئیس جمهور صاحب تو کپا زدی که ما چرا روز اول نمیگفتی چرا 2 سال میشه جنگ است اول تو مسلمان به محکمه کش میکنم ملا ما چطور چرا که اول همین داود خان بگو یهود بود نصارا بود هندو بود شیعه بود تو که مسلمان بود پاشا افغانستان بود بنی افغانستان کشته شد از این ولایت هرات ما بود نبود لالا خو یک نفر بود خود چرا محکمه نکرده ملا بگو کجا بودی خدا که بود بله بود رسول بود بله بود دین بود دولت چرا محکمه نکرد بس اینجا تو خیانت کن اینجا اگه یک دختره طرف دختر سعی کنه اگه یک چشمه که بزنه که بزن لغت میکنن اما پشت پرده بابا ایلا مست نازی لیلا برده بگازی دل ما را بنازی اینه میرخصی با تو کرولای جایزه میده کری را دست تو میده ملیاز خدا ملا صاحب تو چند تا کرولا میده میگه ملیاز خدا نکن شاگردا با گام طالبار بکشتن مثلا الان نوبت میرسی در راه دارم که فرار کنم خب دیگه چی سند مانده یا نه؟ بله این قوالی افغانستان گفتم این شریع عرفیه خب سعی کنه تو بگی یک بند می ماده قواله را بخوان که چی گفتی؟ سعی کنن گفتم بند از حسابی هسته نه یک مکتوب دیگه هم بر آمده دوستای عزیز انا سعی کنن که آقای اشرف غنی به ارگ ریاست جمهوری نشسته بود که خلیل زاد هم کدام ملاقات کردی؟
سعی کنیم نه ما خود از اونا دیگه کارامر میکنن. خب بله. خب کارای بفهمید ما کون رئیس جمهور مستقل هستیم. اونو در اشرف غنی به سلطنت شیشته نبود. آقای کرزی بودن. به مقام محترم ریاست شمس شکایت دولت 112 السلام علیکم محترم. درست عرض میکنم این من به حیث یک میفهمید فرد افغانستان و مسلمان شکایت دارم که مردم افغانستان به 4 گروه تقسیم شده است که میخوام تمام این گروه یک جا و یک دست شوند و در انتخابات بعدی همه گذشته به خاطر آینده یک افغانستان آزاد و مستقل همدست شوند تا بتوانیم این مردم خوار و غریب را از بیچارگی و آدمکشی نجات دهیم. جدا در مورد این بنده جواب قانونی داده شود. با احترام حاکم ملت نورآمدی هم انجام این دیگه فرمان صادر کردی خودت؟ بله که 4 حزب است. بله ما بگفتم قلم نمشته کرد میرزا نمشته کردونه سنت دولتی آشکارا میبینیم دیگه. نه احمد ولایت شرمت انولش ولی رواسنگی از ولایت ایران. چرا که یک افغان هستم و یک مسلمان هستم و یک انسان هستم. افغانستان باید هم بگم ما نگم نانه بگم بالکل یک نمونه ایشان بالکل دقیقاً والا واقعیت ما حالا چیزی هستی که باید جهان تمام جهان ما کار ندارم برو در 4 کتاب آسمانی هست انجیل تورات زبور قرآن از موشن که میمونه. بله آمنت بالله ایمان آوردم به خدا و ملائکه ملائکه و کتب و رسول ولی یوم الاخر و القدر خیر و شر من الله و الباس بدرون حق لا اله الا محمد بس خلاص حال حساب داره چرا که کتاب داره. حال در مورد مرض کرونا چی گفتنی داری؟ این حالا جان گفتم کلیار که کل جهان در تکان شده. سعی کنم گفتم اینا کلیار ریاست جمهوری دست مسلمان افغان حق بدن ما جان. بنده خدا میگه مرض دور شو با امر خدا و مراد جورات نمیگم. حال تو غیر کلی ریاست جمهوری را میخوای سر از چی حال است؟ بله خب میبینم که 2 میلیون کشته شده. به مقتن 1 کلی درسته بچه. حال معاونیت نمیگیری که بتبرد؟ نه من چی کنم؟ من جمهور ریاست جمهوری هم نمایم من کلیار مایم که لال 1-4 ماه بگم لال تعطیلی دنگ مطب است جنگ خود تعطیل کنه. که اینا آدم ها سگا و فقان آمدد مور هر کوچه و سرک سگا استقان نداره بخوره. تو چی رقم انسانی که ایوان اپیش تو گوش نمونده؟ با خدا تو چی رقم انسانی که ایوان اپیش تو گوش نمونده؟ انسان هم این موره. خب انسان هم هوشیار هم میگیره عاقل هم هستم. عقل نیه جان به عذابه. خب 42 سال میشه که همین کشور شاه و گدای به عذابه. حال ده 42 سال یا نتانستی در 4 ماه میتونی؟ بله طرفت العین جهان برهم زند کس نیارد آنجا دم زند. به کتاب است بیا یک کلمه به عرش مجید 70,000 مراتب به قلم گو نوشته گو لا اله الا الله 70,000 مراتب دیگه گو محمد رسول الله که 140,000 دفعه به عرش مجید نوشته شد که 18,000 مخلوقات هست شد. بعد از بیا یک کلمه هم کونه نوشته کرده اعلان 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 ای ملت مسلمان به افغان قلم آمد به میدان حساب میگیره از خورد و کلان به امر قرآن خلاص شدی نمیتونی. این شعار انتخاباتی است. بله شعار سعی کنیم شعار اصلیمه شعارمه لا اله الا محمد رسول الله گفتارمه دینمه افغانمه خاکمه ناموسمه. حال قیام کلش دینه میفهمن اما خود به کوچه علی چپ میره میکنه میبینی حالا بچگاه که هم میفهمه خدا چیه رسول چیه نماز چیه تارت چیه اما این جوکا که میرن کوچه علی چپ دور یک گلایی میاید او خدا میزن تو از خونه هم داره کوچه علی چپ است علی چپ جلوی طور میگیره کله طور به کون تو میکنه. باز این جگاه میای عامر صاحب حسین چیکار شد والله چیکار شد من چیکار کنم بگو کشور تو کافری نه خود شما مسلمانای بگو مولا نداری داری مسجد نداری جا نداری آدمانی زندگی نمیکنه بس شما بوتیم یک آمه روزه زنده اینجی بگو دیگه جواب مر بده خود تو مسلمانی که خونه خود دوزی میکنی و هم دیگر تجاوز میکنی هم دیگر میکشی یک دم احمد محمود این چی صورت از آخرم میری خان پاکستانی میگیری ای پاکستان بعد هست راست میگی خاطر 4 میلیون مسلمان 42 سال میشه نان میده و کشور شاش میکنه گو میکنه بنا داده
آخرم بعد از من میگه بعدم برو بخوری خب برو بخور آفرین. کشت مثل که مرغ کشت نکنه آه. بله در ملک خود گدا باشی بهتر آن که در ملک مردم پادشاه باشی بالکل میگه برو انال به تا خونه خود خور حالا که تو وقت به ما میگوتی دالخور حالا که اون دال همونجا پیدا نمیشه برو ارزر پیدا نمیشه که بخوری آه. از میگه که کلوچی متیاره بگو سیکو میگه پاکستان می کشور مثل کوچی ساختمان دارم چی پارکا دارم چی ملت دارم مسجد دارم دین همه چی دارم بله. اما تو خراب شدی سیکو تو افغانی برو کشور خود سیکو نه والا. بس چی گناه خود تو شد دیگه دست شکسته بگرد آخرین پیامت برای ملت چی است؟ آخرین پیام به ملت که 3 سال نه امسال به جمع افتاده آه. به طول تاریخ کس یاد نمیده به جمع افتاده باشه در جمعه که گفته پیغمبر چی؟ خدا گفته روز جمعه قیامت به پا میشه انمی سبا مو حساب نه خوب بگیرید چرا که اینجی باید معلوم شه ها دین و دنیا آه. میگه دین به که دنیا سگ است اینجا کلام است گفتم کلمه رو نوشته کرده قدسی جزء قرآن شریف نوشته کرده انجیل تورات کلام الهی است کلام از بندگان نیه اینجا دین اسلام جار محمدی جریان داره به امر خدا تو زن میگیری به شریعت محمد کو نه به امر پولا نه به امر موترا نه به امر درختا نه به امر ارباب صاحب نه به امر پادشاه خود درسته انالی اینجا پول معتبر شده بله پول داری برو 4 تا زن بگیر پول نداری برو لندگار شو نه دیگه راه نداری تمام دنیا رو بگردی کتاب دروغ پیدا نمیشه اگه چاپ کنی این کتاب راست همه گم میشه چرا که عوضی که دروغ گفته میشه راستی آه والا دروغوان دشمن خدا و رسوله بس وقتی که دشمن خدا و رسول باشه خدا و رسول هم طور نالت میکنه بالکل چرا خدا حق است عقل مبین است شاهد حال است هر کار بکنی آخر بدام است باز سلام میرسونم به ملت خوب به توم جان اسلام و جان افغانستانه اینجا باید افغانستان نام نمشته شه که افغانستان است اینجا دین خدا و رسول است اینجا لالا پول جمع میشه که چرا پول سکه نداره پول سکه دار ما داود خان بود بی پول بی سکر ما قبول نمیکنم چرا کنه 42 سال میشه بی پول بی سکر ما زندگی میکنم بالکل پس ما پادشاه باید بزنا بشونم که پول اگه سکه داشته باشه ملت دل جمع میکنم دیگه دوری پدرم چی بخورم اونو خود هر کس برات خانه قربانت موفق باش با عزت باشی خوش شدیم بسیار گپای افغانستان مارزو دارم سلامت باش آرزو منه که بله انمیجی درخت بشونم که پرمیوه باشه زرد از من بیای خزنده و پرنده بگه خدا بیامرزه ما دیگه دنیا نه زمین نمیتونم بخورم نه آسمانه بالکل خود ما خاک ساخته شدم پس به خاک میرم اما یه دینی که به گردن منه که خدا و رسول به این خاک من دو تا فرض ادا کن ما ادا میکنیم دیگه اگه جنگ هم هر کس میکنن اختار میدیم از به خلقه مجاهد طالب دموکراسی بدماش کلون داعش است اختار هم بزن نمیدم فکر خوب بگیرن ما به 180 کشور نیرو دارم چرا سرباز هستم ما مسلمان هستم مسلمان نمیتونن جای بدن حقم ندارن که دیگه چی دست بالا کنن بالا بله چرا ما هم دین داریم هم مذهب داریم هم خاک داریم هم خدا داریم هم کسی که دست بالا کرد دست قطع میشه باز گیله از ما نکنن دیگه گیله نکنن ما چرا میگم سر خو بالا که سر بریده میشه چی وزیر باشه چی وکیل باشه لالا چی ولی باشه چی ارباب قریه باشه چی مولا هر گروه باشه بله اینجا تیغ الهی است اینجا تیغ الهی است چرا که آنه برادر آشکارا شی آنه این تیغ است برادر آنه هر کار بکنی دست خود رو میبره بس این تیغ است که تیغ الهی شام بیای قلم میشه گنام بیای قلم میشه مولا خواننده دانسته که گناهکار بود این بالی تا میآید تو دیگه دل اما 4 طرف خود جمع کنن و 4 طرف خود جمع کنن این ملت دیگه زور نگن خدا خیرت بده سلامت باشی خوش شدیم زنده باشین از شما هم تشکر برادر محترم بخیر خیلی دوستا عزیز دیگه این تو مردم ها داریم این تو هموطنهای نابغه داریم سخنانش کلش ارزنده بود دیگه